برادران خیلی عزیز و خیلی گرامی، الحال ما از ساعت 9 تا حاضر در مجلس اشتراک داشتیم که نماینده ها از جمهوری در این شهر حضور دارند. مهمان این شهر ما و شما هستند و اینها هم به نهایت یک سفری خوبه، با یک نیتی سفری خوب، با یک نیت خیلی نیک به این شهر آمدن و امروز در تمام جمهوری این نماینده ها در همه گوشه ها و در همه قشلاق ها و شهرها وجود دارد که این هم باشد برداشتن سطح زندگی برای مردم تاجیک، بلند شدن سطح زندگی ما و شما، برای از این معرکه های سیرخراجات، برای این عنعنه و عرف و رسم هایی که در این مردم ما و شما یک موقع معین پیدا کرده است، اینها را یک قسمش از بین دور کردن و در یک قسم دیگرش تنظیم را برقرار کردن، یک حد معین را نشان دادن است. راستی بار این موضوع خیلی موضوع مهم و از همه ما خواهش کردن که به تمام گوش مردم رسانین که این پیشنهادی که امروز رئیس جمهور برای تمام این مردم تاجیک کردن که دور ساختن معرکه های به نام سرتخته، به نام سه بیگه، به نام هفت، به نام جمعگی، به نام سال و 26 ماهگی به مردم رسانین که برطرف کردن این معرکه ها معنای او را ندارد که رئیس جمهور نسبت خیر و صدقه مبارزه میبرد، نه، بلکه خواهش او، بلکه نیت او این است که آن صدقاتی که ثواب دارد و آن صدقاتی که قرآن و احادیث های رسول اکرم او را برای ما خبر داده است، مردم را به او آشنا سازد. این معرکه هایی که از قرآن و از حدیث نیست به گوش مردم رسانند که اینها امروز کاری کردند که دیگر گویا میان مردم تاجیک شکستند. مقصد رئیس جمهور همین است، نه علیه خیر احسان مبارزه بردن. هیچ کس نسبت خیر احسان مبارزه نمیبرد. خیر احسان قرآن بیان میکند، احادیث های رسول اکرم بیان میکند. البته ما همیشه با خیر احسان هستیم، لیکن کیها خیر احسان کنند، کیها صدقه کنند، چگونه صدقه کنند، کدام وقت صدقه کنند، انا اینها قطعی باید ما شناس باشیم. امروز یک برادر من باور کنین گشته و برگشته التماس از شما در حقم دعا کنید، التماس از شما همو جمعیت مردم کولا بگوی در حق من دعا کنند. من گفتم انشاءالله ما در حق همه مسافرها دعا میکنیم. برادر از روسیه تلفن داشتن، گفتن که من طی 8 ماه میشود که در زندان هستم، لکن پدر و مادرم درک ندارد. طی 8 ماه شد که من در زندان خوابم، لیکن پدر و مادرم درک ندارد. من زنگ میزنم خانه پدر و مادرم، میپرسن کارا چگونه است، میگم کارام همش خوب است، کارام نغز است. لیکن امروز ما به سبب همین آواره شدن از حساب زندگی امروز در یکی از زندانهای روسیه خوابیده هستم. 2 ماه دیگر مانده است برای برآمدنم، لیکن هیچ باور ندارم، زیرا که سلامتیم بسیار بد است و یک نفر بسیار در اینجا خونخوار
همراه ما هست که همیشه تهدید میکند که تو از اینجا زنده نمیروی. در حق من دعا کنید که مرا خداوند از اینجا زنده و سلامت برآورد. این از حال مردم تاجیک. به سبب چی؟ به سببی که ما رحم و انصاف ما بیدار نکردیم. ما رحم و انصاف ما بیدار نکردیم. حبیب خدا من لم یرحم الناس لم یرحمه الله. این سخن معلم مان است. این سخن آن کسی هست که شما وی دوست می‌دارید. شما همچون محمد گفته از جاتان میخیزید صلی الله علیه و سلم در حق او میگوید. این سخن انا همون شخص است. من لم یرحم الناس، کسی که اگر به مردم خدا رحم ندارد، کسی که اگر در حق مردمش، در حق وطن خود رحم ندارد، لم یرحمه الله، خدا به او رحم نمیکند. رحم بیدار کنیم، انصاف ما بیدار کنیم. ما چی ها کردیستیم؟ ما کجا رفتیستیم؟ خدا در قرآن فعین تذهبون میگوید ای مردم کجا میروید؟ کجا رفته ایستاده اید؟ همون اللهی که ما را خلق کرده است. برادرای عزیز و گرامی، من امروز با خدا خیلی خیلی خوشحال هستم. خیلی خوشحال هستم که خدا در عمر جان این سرور دولت برکات داد که یک موضوع را بیدار کردند که اگر تمام عالم ها و مولوی های تاجیکستان جمع شوند یک معرکه را نابود کردن نمیتونند. لیکن اگر امر این ایشان باشد، امر این سرور باشد، انشاءالله ما هم در پهلو، ما هم تا حد الامکان خدمت خودمان میکنیم تا که همین مردم از همین رسم و اصول هایی که تماما از ما نیست از همین ها دور شویم، تا که ما هم فهمیم که بایی چی باشد، دارایی چی باشد. ما نیست تا که فهمیم که کنی خانه زیبا چیست، کنی سر لباس تازه چی است. ما نیست باید که رسیم به اون ساعتی که بچه های ما در همون لیسه هایی که بچه های همی کلانا میخوانند، بچه های ما هم در همون جا خوانند. ما هم رسیم به اینها. برای چی ما نمیرسیم؟ به خاطری که پولها من در راه نادرست صرف شده ایستاده است. الله از ما چی میخواهد؟ برادرای عزیز، شما همین نماز جمعه آمدگیتان از ترس خدا هست. شما به خاطر ترس خدا آمدین و ایلا شما میتوانستین که برابر دیگر بندگان خدا پروای جمعه هم نکنید. لیکن شما را ترس خدا به این خانه آورد. انمو پروردگار به ما و شما میگوید شما میتوانید سوره حج تماشا کنید. الله میگوید و ما یجعل علیکم فی الدین من حرج. خداوند میگوید نگردانیدم در این دینی که برای شما فرستادم مشکلات را من نگردانیدم. این دین را به خاطر من روا نکردم که شما در مشکلات و شما در فقر و در فاقه و شما در حالتهای خیلی ناگوار قرار گیرید. این دین را به او خاطر من روا نکردم، بلکه الله میگوید سوره بقره یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله میگوید خواهش من، مقصد من ای بندگان من این است که فقط میخواهم در شما آسانی باشد، فقط برای شما آسانی بیاریم. من نمیخواهم ولا یرید بكم العسر. الله میگوید من نمیخواهم که شما در مشکلات گرفتار باشید، شما روزهای وزبین از سر گذرا کنید. این الله میگوید من از شما نمیخواهم. الله نمیخواهد. حبیب او محمد صلی الله علیه و سلم میگوید اینی بعثت میسرین ولم تبعث معسرین. آمدم ای بندگان خدا تا که برای شما آسانی بیارم، نه آمدم که برای شما مشکلات برپا کنم. الله میگوید آسانی میخواهم، پیغمبر خدا میگوید آسانی میخواهم، الله میگوید مشکلات نمیخواهم، رسول اکرم میگوید مشکلات نمیخواهم. پس ما چرا اینا برای خود اختیار کنیم؟ چرا که خدا نخواهد، حبیب او نخواهد، چرا ما اینا خودمان قبول کنیم؟ این بی نهایت وهبه زحیلی خدا رحمت و مغفرتش کند، حنفی مذهب است، همین مذهب ما و شما هست
کتاب دارد به نام فقه الاسلام و ادلته. شما میتونید باب جنازه را از حضرت تماشا کنید. وای میگوید کدام قبیله که سرتخته دارد، کدام قبیله که سه بیگه دارد، هفت دارد، سال دارد، جمعگی دارد، 26 ماهگی دارد، فاتحه دارد، گهواره بندان دارد، خب باز دیگر گویم نه توی های سرخراجاتی که دارد، کدام قبیله که اگر از اینها اگر برخوردار باشد اینا در فرهنگ جاهلیت قرار دارند. در فرهنگ جاهلیت. شما فرهنگ وقتی من میگویم شاید معنای فرهنگ بعضی ندانید، لیکن فرهنگ آداب میگوید. در لغت فرهنگ آداب میگوید، عقل میگوید، دانش و معرفت فرهنگ میگوید. در کدام قبیله ای که انا همین معرکه ها اگر وجود داشته باشد، حضرت زحیلی میگوید شما در همون دانش جاهلیت پیش از اسلام قرار دارید. آخر ما بیدار شویم. آخر پول بی صاحب در کجا است که اینقدر ما صرف میکنید؟ اینقدر صرف میکنید. اینا همه از جمله اسرافند. شما میتونید که برادرای عزیز شما را هیچ کس فریفته نکند که بعضی ها شخصا یافت شود گوید که شاید که در مذهب امام ابو حنیفه هست، گفته به نام امام ابو حنیفه را در بین ما و شما دلیل کند و با همین گوییم که باز همین چیزی که امروز اطرافش صحبت می رود باز همین را قوی کند، باز همین را در فکر شما جای کند، شما را دشمن نسبت رئیس جمهور و نسبت دامله ها کند. شما یقین دانید ما در مذهب حضرت امام ابو حنیفه شخص داریم به نام ابن عابدین شامی که رد المحتار دارد، علی در المختار دارد. کتابش مشهور است، خودش آدم بزرگ است. وای میگوید اگر روز اول وفات شما اگر همون مالی که از پدر مانده است یا از مادر مانده است در بین فرزندها تقسیم نکرده، از همو گرفته اگر برای شکم خودتان استفاده برید، این حرام است میگوید ابن عابدین شامی. ما داریم کمال الدین سیواسی به نام ابن همام مشهور است، دارد کتاب به نام فتح القدیر، کتاب مذهبی ما و شماست. خوردن این طعام ها را مکروه زشت میگوید. ما داریم به نام محمود الفتاوا، صاحبش خدای نظر است، این یکی از دارالعلوم، یکی از مولوی های برجسته زاهدان است. محمود الفتاوا نام فتواش به نام پیرش محمود گذاشته است. پیر او یکی از عالم های برجسته پاکستان، قاضی پاکستان بود. و یا میگوید خوردن این یکی از مکروه های زشترین است. علی قاری داریم به نام کتاب نقایه دارد، داریم شرح نقایه، فتح الباب. خوردن این طعام ها را برای ما مکروه میگوید. پس ببینید خداوند خبر داده است، حبیبش خبر داده است. خدا رحمت کند مجتهدای ما و شما را اینها را با گرفته برای ما وصیح کردن، همه را خبر دادن تا که ما به اینها نزدیک نشویم، تا که ما اجرای فرمان خدا را کنیم، اجرای فرمان حبیب خدا را کنیم. بسیار نیک می شود. دادرای عزیز همگیت فهمین که همین سطح زندگی پسته که از حساب همین نان خدایی های بی جایی که امروز در ما و شما برپا شده است، این از اسلام نیستند. به این روز شما را اسلام نه آورد نه رسانید، بلکه به عقلی ما و شما را به این اندازه آورد. ناگوش کردن ما و شما، اهمیت ندادن، طعنه کردن یکدیگر امروز ما را در همین سطح پسترین حالت ما و شما را قرار داد. امشب شما اگر اخبار تماشا کرده باشید، رئیس جمهور در دبی بودن. بین مرکز اساسی سرچشمه اسلام برآمدنش عرب ها هست. چرا دولت های عرب اونقدر ترقیات دارد؟ چرا اونقدر عمارت های زیبا دارد؟
چرا بهترین خانه ها و ماشین ها را اونا سوار میشوین؟ چرا ما سوار نشویم؟ چرا ما نداشته باشیم؟ سرزمین میبینی، شهر میبینی، با خدا قسم روی دلت کشاده میشود، راحت میکنی. حالا که حبیب خدا گفتن بنو مدائنکم مشرفتن، حبیب خدا میگه شهرهاتون با شکوه کنید، شهرهاتون زیبا کنید. با چی زیباش کنید؟ احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم، بهترین لباس پوش و بهترین ماشین در سوار شو. با چی لباسی زیبا پوشید؟ با کدام احوال من در بهترین ماشین سوار شویم؟ برای اینا مبلغ در کار، لیکن مبلغ ما در راه می رود که خدا در قرآن میگوید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که دعوای ایمان و اسلام دارید، لا تأکلوا بینکم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. الله میگوید ای کسانی که ایمانی به خدا دارید، مالهاتان در راه نادرست نخورید، مالهاتان در راه نادرست صرف نکنید. راه های نادرست کدام راه است؟ از سرتخته سرکردگی تا سه بیگه و تا هفت و تا چل و این معرکه هایی که در فوت، در وفات اجرا می شود، همگیش راه نادرست صرف شده ایستاده. باز غیر این چی است؟ راه های زیناکاری، بچه ها پول میتن دخترای مردم برده تجاوز میکنن، در راه نادرست پول ها من صرف داره. بچه ها میروند در کازینو قمار میزنن، پول من در راه نادرست رفته ایستاده است. بچه ها من میروند ویچر میکنن، عرق نوشی میکنن، پول ها من در راه نادرست رفته ایستاده. زنگ های آخرینه که رئیس جمهور هم قید کردن، در زنگ های آخرین چندین سوال و جواب در بین شما من داشتم. دخترها نادختر شدن در زنگ آخرین. کجا رفته ایستاده؟ پول میتیم، دخترها من نادختر میکنیم. زنگ های آخرین، پول های ما در کجا رفته ایستاده است؟ گفتی رئیس جمهور امروز تلفن موبیلی 1,200,000 اهالی مردم تاجیکستان صاحب تلفن موبیلی بوده است. این در یک خانه یک تاش بس بود، حاضر تا 4-5 تا تلفن موبیلی در هر یک خانه وجود دارد. آیا همین خراجات نیست؟ 300-400 سامان در تلفن میخریم، تا کودکان خریدیم، هر کدام او یک سامان دو سامان گپ میزند او میگن دزدم دزد، سوزن دزدم دزد. یک سوم هم اسراف است، 10 سوم هم اسراف است، همش اسراف است. از پرکت ها میریم 80-100 سوم در دخترها ما فتا میخریم. پرکت حاضر باز این شب من درک نداشتم، نو درک دار شدم که دخترها تا توی تمام شدن تا 10 تا 15 تا نمود فتا را علیش میکرده، 15 دقیقه پس هر کدام این 100 سامان است. تصور کنید این پولای مال در راه باطل نرفته ایستاده است. پس از کجا ما و شما زندگی ما را بنیاد کنیم؟ از کجا دیگر ما و شما حالت خوب داشته باشیم؟ من باوری دارم، باور کنم این نمازگزارایی که در همین درون هستین، خیلی اگر یگان تا اگر ثروت و دولت زیاد نداشته باشین، اکثریت فقیرین، اکثریت کم بغل هستین. شما نمازی به حضور دل ندارین، به خاطر که شما مال ندارین، به خاطر که خاطر شما پریشان است. شما حتی خداتون به محبت عبادت کردن نمیتونین. برای شما همه در فکر 4 سوم است، یا در فکر همون بچه‌ای که در روسیه داری، در فکر همون از زنده میآید یا مرده میآید. از کجا بین؟ کی بیدار شوید؟ الحال من برای شما این صحبت هم میکنم، او طرف میگردیم والله که با دشمنای داریم که میگوید که حاجی میرزا یا که وهابی شده است، یا که سلفی شده است، یا که مثال فلانی شده است. گفته با شما را باور کن روحیتون دیگر میکنه. والله که من از روی غمخواری میگم، من اینم میدانستم که چند سال پیش میگفتم، حتی از پشت بسیاری کویم این سخنها ما چه فشارها دیدیم، چه عذابها از دست حکومتدارا کشیدیم، لیکن از روی غمخواری بود. برای من هیچ مشکل نیست گذراندن این معرکه ها. داریم هم قدر شاگرد و همین قدر قدردانای دارم که 7 اگر شما با 1 گاو گذرانید، من با 2 گاو گذراندم، 3 گاو قد میگذرانم. لیکن این من برای این نه آمدم.
حبیب خدا چی گفت؟ آمدم برای شما آسانی بیارم. پس ما کی هستیم؟ ما شخصانی هستیم که میراث پیغمبر، علم پیغمبر را برای خود گرفتیم. ما نیز فردا مردن داریم، ما نیز در پیشگاه پروردگارمان راست میشویم. ما نیز امروز با شما سلام علیک داریم، نان شما را میخوریم. وقتی حقیقت که به گوش شما نرسانیم، آیا ما در پیش خداوند شرمنده و خجالت نیستیم؟ همه این از جمله اسراف است، از جمله اسراف هستند. شما یقین دارید که خداوند در قرآن ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. پروردگار میگوید ببین ای بندگان خدا، اسراف نکنید، زیرا اینکه من که خدای شما هستم اسرافکار دوست نمیدارم، اسرافکار دوست نمیدارم. وقتی خدا که دوست نداشت میدانی حال تو چی میشود؟ و ما همیشه دعا میکنیم که خدایا محبت ذات خودت را در دل ما جای کن، خدایا ما را محبوب ذات خودت گردان، خدایا ما را دوست دار، خدایا ما را مهربانی کن، خدایا ما را پرورش کن، خدایا ما را از همه مشقت ها نگه دار. پس ما از این دعای خودمان الکی ببین چیکار کردیم، باز اسراف داریم، عملی را داریم که خدا با این عمل ما را بد میبیند، با ما مهربانی نمیکند، ما را دوست نمیدارد. الله میگوید شما یقین دانید که اسرافکار برادر شیطان است، برادر شیطان است، و یقین دانید که شیطان در نزد خدا کافر است. شما با کافر رفیق هستید. در کتاب 4 کتاب گویم، ببین کتاب 4 کتاب گویم زنکا میخونن، یا کتاب عادی، نه اونقدر کتاب بلنده که من از او برای شما فتوا دهم. یکی خدا رحمتش کند، هر چی باشد یک ورق هم نویسنده است، کتاب تصنیف کردن کاری آسان نیست. خدا رحمت و مغفرتش کند. میگوید که ببین اسلام ببینیم برادرای عزیز، مکن اسراف ماء مجانی چون ولا تصرفو همه دانی. حضرت ابی یک نصیحت پدرانه انسان ها میگوید مکن اسراف ماء مجانی. این همین ما گفته آب میگن، مجانی گفته این همین آبهای مفته که ما داریم حاضر یگان تاش کرینیک ندارد، همین پریده رفته سای ان همین آبها آبی مفتند. میگوید حتی همین آبهایی که مفت هستند، به پول هستند، ان همین صرف نکنید، همین اسراف نکنید. متاسفانه امروز ما و شما نماز داریم، زکات داریم، روزه داریم، لیکن در خانه در اسراف اهمیت نمیدیم. گاز است کشادش میمونیم. یک وقت گازامون آنقدر بلنده بود که در خانه دیگر لامپچکه را نه بلکه گازا را استفاده میبردیم در جای لامپچکه ها. گاز تا روز می سوخت، پروا نداشتیم. این غضب خدا شد. کجا شدم او گاز؟ الله در سوره ابراهیم میگوید اگر شما به نعمت دادگی من شکر کنید زیادش میکنم، اگر شکر نکنید از دستان میگیرمش. مکن اسراف ماء مجانی چون ولا تصرفو همه خانی یا همه دانی. حضرت میگوید همین آب مفته، این همین چراغ هایی که الحال در مسجد گریان هستند، این همین کسی گریان کرده است، این همین در زامین های، این همین در گریان کردگی این همین آدم گناهگار است. زیرا الحال ما به همین چراغ احتیاج نداریم. در خاندان مانم همراه خاموشش که برادر عزیز، در خاندان مانم اگر ما چراغ ها را بیهوده صرف کنیم، اگر گاز و آب و دیگر را بیهوده صرف کنیم، این حالت چی می شود؟ این حالت ما گناهگار می شویم. این حالت در عبادت ما ثواب نمی ماند. ما را خطاب دارد، حضرت فهمانیده ایستاده است چون ولا تصرفو همه خانی. تو آیتی ولا تصرفو را نمی خانی. خدا در قرآن چی گفت؟ کلوا و اشربوا ولا تصرفو، بخورید بنوشید لیکن اسراف نکنید. در وضو آب 1.5 من است، غسل را 4 من ز تعلیم است. صاحب 4 کتاب میگوید ببین حتی همین آب طهارت در اسلام چینک دارد. این امروز ما و شما 1 سطل میگیریم طهارت میکنیم، لیکن حضرت میگوید 1.5 من قطی. شما میتونید که با 1.5 لیتر باید که چیکار کنید؟ طهارت کنید.
یا گویم با 4 لیتر آب شما باید غسل کنید. این مقصد من این نیست که شما مثال با همین 4 لیتر غسل کنید. مقصد صاحبای کتاب رو ببین، مقصد دین اسلام رو ببین که همه چیز باید چینک داشته باشد، هر یک چیز باید اندازه داشته باشد. کفا بالمرء اسما ان یضیع من یقود. حبیب خدا گفت برای دوزخی شدن تو، برای عاصی و گناهکار شدن تو در پیش خدا اینقدر عمل تو بس است که پولی که برای احتیاج خانه داشتی و یا در راه نادرست صرف کردی. پول من در راه نادرست صرف شد، آمد مردم خورد و رفت، معرکه های نادرست، معرکه های بیجا، معرکه هایی که از قرآن و حدیث بیرون، تا جای ما ثواب گیریم در پاداشش ما جزای بد میگیریم. ما از نزد خدا هیچ وقت مکافات نمیگیریم، زیرا که ما علیه قرآن و حدیث مبارزه برده ایستاده ایم. خدا در قرآن لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، شما برای شما ای مردم مسلمان زندگی پیغمبرتان درس است. گفت خداوند آیا حبیب خدا پنجشنبگی کردند؟ جمعگی و دوشنبگی کردند؟ آیا کنی در کدام کتاب خبرش آمد؟ آیا دختر پیغمبر خدا در نزد حبیب خدا جان دادند؟ آیا برای دخترش پیغمبر خدا 3 بیگه و 7 و 40 کردند؟ نکردند. پس مادام نکرده باشند، حیات پیغمبر، عمل پیغمبر برای امتاش باید درس باشد. خدا در قرآن و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آن چیزی که محمد آورد بگیرید، از آن چیزی که من تان کرد باز ایستید. چرا باز نمیستید؟ اینها را حبیب خدا نیاورد، اینها را ما خودمان، اینا را دشمنای ما و شما در بین ما و شما پرتافتند تا که اقتصاد ما و شما را شکنند. میگویند که دامله ها رفته در جمعگی ها اشتراک میکنند، بعضی هاش میگوید که حتی پول میگیرند. من تا حال از هیچ اخبارات ندارم که کدام دامله شما را گفته باشد که من فلان ختم یا فلان معرکه تو دمی آیم فلان قدر مقدار من را پول ده. هیچ کدامش نمیگوید. بازم آن که نادارن به شرایطن از شما باور که طلب نمیکنن حرام است. لیکن چرا ارتیسا را نمیگن؟ چرا نسبت ارتیسا نمیگن؟ ارتیس $1000 میگد، $500 میگد، به رحمش $2000 $3000 میگد. چرا وای نمیگد که وای حرام میخورد؟ اینش هم قید کردن در کار، اینش هم پول ما نادرست رفته ایستاده است. از خواندن او اگر با شاید ارتیسی باشد که او مثال یک خواند که ما یک راحت کنیم، فقط گرم 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 دیگر نمیفهمی چیست. چند زنی دیگر گویم با به ترتیب در بین مثال رقص دارن، ما چیکار میکنیم؟ از شما را برده باز در بین گویم کرته های همونا دستامون می اندازیم، پول میچسبانیم. آیا همین پول ما در راه نادرست نرفته ایستاده است؟ در راه نادرست است. برای برادرای عزیز والله که فقط میخواهم آن چیزی که رئیس جمهور خواستن همون میخواهم، فقط برای برداشتن سطح زندگی شما بای باشید، شما دارا باشید. اگر همین آدمی که دارا باشد، شرایط داشته باشد، وقت چمخوش است. باور که بسیاری بیماری ها حساب ناداری است. نداری بیمار میشه، نداری فشار خون میشه، نداری دلت میزند، همه بیماری ها از حساب بی پولی میروی. او شاعر خدا رحمت کنند میگوید مرد اگر نادار گردد غیرتش کم میشود. ببین همین مردک که نداشته باشد، بی پول باشد، تماما غیرت ندارد. میگه حالا که مردک با غیرت است کو، مردک قوت همه عذاب دارد، نه که پول که ندارد میان او را غیرت او را بی پولی شکسته است. مرد اگر نادار گردد غیرتش کم میشود، آب روی او بریزد همچو خاکستر شود. از بی پولی در آب روش میریزه، در پیش یار رفیقش قدر نداره، حتی در پیش پدر مادرش بی پول باور که قدر نداره. امروز بچه پول داره دوست میداره، بچه بی پول دوست نمیداره. بچه درآمدناک اگرچه بی خدا هم که باشد با او تکیه داره، بچه مثال بی پول که فراست و مثال عقل داره او را دوست نمیداره. برای چی؟ به خاطر وای پول داره، پول داره است. این پولداری تا چه حد آورد ما و شما را رسانید که پولدار همه دوست می‌دارد. حتی خداوند می‌خواهد شما پولدار باشید.
حتی حبیبش میخواد شما پولدار باشید. هیچ وقت اسلام نمیخواد که شما کم بغل باشید. اسلام هم طرفدار است. اگر اسلام طرفدار کم بغلی میشد شما را نمیگفت که لباس زیبا پوش، مرکبهای زیبا دار نشین، شهرهاتون با شکوه کنید، خانه هاتون خوشروی کنید، نمیگفتند. برای همین چیزی که امروز ما و شما را به قدر کرده است، گفتی شاعر، آبروی او بریزد همچو خاکستر شود. در پیش زنت باور که قدر نداری، در پیش فرزندات قدر نداری. آدمی که اگر به شرایط به پول باشد، برای چی؟ برای که اون مردم به پول کردگی انمون زن است، انمون زن است. الحال من در مجلس پیشنهاد کردم فقط میتواند این جامعه ما را از این خرافات و بدعت و از این خدایی های بیجا، یکم فرمان رئیس جمهور دور کند، دویم داملاها نه، اگرچه داملاها بسیار یک باور کن بسیار یک قوه بزرگند در این مسئله، لیکن دویم زنها باید باشند. این تشبوس رئیس جمهور باید دویم زنها با تمام قوه مثل داملاها واری مبارزه میبرند، سوم داملاها. این حالت انشاءالله مردم ما میفهمونیم که در اصل ما مبارزی نسبت ضد قرآن و ضد احادیث نه، بلکه ما جانبدار قرآن و احادیثیم. ما هم از خدا میترسیم، ما هم در پیشگاه خدا جواب میگوییم. امروز همون مرد ناداری به آب رو هم از پشت زن و شیدگی است. برای هر این زن این فاتحه‌ای که در زنها هست هم از میدانیم، میان شکن است. 9 تا خوراک، 12 خوراک. این امروز با از دسترخوان‌ها مثال جمع کردن، همینا را زنها تو نگویند دارای عزیز. با خدا همون نانی که از اون جمعی را برای تو نادرست خوردنش. زن تا بگو که رفتی معرکه میلش خیلی خورسندی است، یگان جشن است رفتی، لیکن اصلا همجا یک تیکه نان نیار که عیب از شرم است. شما خانه‌های خودتان تصور کنید که وقتی همون دسترخوان‌های شما را تازه میکنن خودتان چه میشوید؟ آخه همه شما از بازار هیچ وقت 10 کیلو مویز و 10 کیلو پیسته نمیخرین، یا 500 گرم خریدگی یا 1 کیلو خریدگی. انمون مردم گویم که به قدر به آبرو از دست زن نوشیدگی است. امروز باید تشبوس این رئیس جمهور، زنها هم باید که دستگیری کنند، زنها هم که باید مبارزی نسبت همین معرکه های سرخراجات باشد. این حالت در انشاءالله اون مردک مثال آبروش مثل خاکستر را میگردد، آب مثال در پیش یار رفیقش به قدر نمی شود اگر در پهلوش انمین وزیرش انمین زنش کمکش کند. او حضرت سعدی میگفت زن خوب فرمانبری پارسا کند مرد درویش را پادشاه. ببین، زن خوب فرمانبری پارسا کند مرد درویش را پادشاه. اگر زنی خوب باشد، اگر زنی با عقل باشد، اگر زنی باشد که خراجات های بی معنی را نخواهد، زنی باشد که گویم که معرکه های دبدبناک نخواهد، زنی باشد که هر روز دین رجدینی و مولود و مثال دیگر معرکه ها را نخواهد، این مرد، این زن زود است که این شوهرش پادشاه میکند. مقصد از پادشاهی گویم که در این تخت پادشاهی نشستن نیست، بلکه مقصد از پادشاهی این است که همون مرد در پیش یار و رفیقش با قدر میکند، در پیش یار رفیقش گویم که شرفش بلند میکند. اگر زنی که شوهرش کمک کند و در این گونه خراجات های بی معنی که امروز نسبت او صحبت میرود دستگیری کند. مرد اگر نادار گردد غیرتش کم می شود، آبروی او بریزد همچو خاکستر شود. نطفه فرزند نر در پشت مرد قرضدار، یا عرق گردد بریزد یا زیغم دختر شود. نطفه فرزند نر در پشت مرد قرضدار. ببین، نطفه همون نطفه که از او پروردگار فرزند تشکیل میکنه، تشکیل میدهد، از او فرزند نشأ و نما مییابد. انا همون نطفه مرد از نطفه زن با فرق کننده است. حتی میگد اگر نطفه اگر با قوت هم که باشد، لیکن مرد قرضدار که باشد، از حساب غم اندوه یا همون نطفه با قوت عرق میشود میریزد، یا اینکه از غم دختر میشود به سبب قرضدار بودن همون جوان مرد. خدا در حدیث حبیب خدا هست، هر کسی را که خدا خواهد که خارش گرداند و به قدرش گرداند، در دنیا قرضدارش میگرداند.
قرضدارش که کرد دیگر یقین دانه که از او در به قدر آدم نیست، دیگر بیچاره راهی گریز میگیرد. بعضیاش بعد آخر باور کنین بعد دست به خودکشی میزنن، دیگر نمیتواند، علاج ندارد، مجبور میشود که دیگر دست به خودکشی زند. برای همین برادرای خیلی عزیز و گرامی، اطراف این من ان شاء الله هر یک جمعه برای شما صحبت میکنم و همه شما را آگاه میکنم که دین از نزد خدا آمده است که فقط آسانی را میخواهد، دین از نزد خدا آمده است که فقط ترقیات را میخواهد، دین از نزد پروردگار آمده است که فقط فهم بلند و ذهن ذکی را از ما طلب دارد. دین از نزد پروردگار آمده است که برای ما فقط دانش طلب دارد. دانش این امروز جوانای ما و شما برای چی بی‌سوادند؟ برای چی بی‌سوادند؟ این امروز من خواهان نیستم که این جوانای مکتبی در مسجد من باشد. من ده ها بار قید کردم، اگرچه امروز خیلی بچه‌شم کم میرسد، چند بار گفتیم اینا جوانای امروز در مکتب ها هستند. من نمیخواهم که حتی مکتبش پرتافته آمده در جمعه اشتراک کند. تو را خدا میبخشد، من برای تو فتوا داده ایستادم. کدام انسانی که امروز در کارخانه‌های دولتی کار میکند که مثال گوییم که شرایط آمدن جمعه ندارد، طلبه هایی که در مکتب میخوانین آمدنی به جمعه را ندارین، شما را خدا میبخشد، شما با دارد جمعه به خودش خلیفه نماز پیشین آمدین پیشیناتون خوانین، لیکن در درساتون اشتراک کنین. معلماتون خیلی که دامله ها را دستشون بوسه میکنین، همون معلماتون دستشون بوسه کنین، همون هم پیرهای شما هستند، همون هم استادای شما هستند، همونا را هم احترام کنین. این است مقصد ما. همون اسلامی که امروز آمده است همین دانش از ما و شما طلب دارد. هیچ وقت نمیخواهد که ما نادان باشیم، هیچ وقت نمیخواهد که ما نافهم و بی‌دانش باشیم. انا امروز همین معرکه های بی معنی که در بین ما و شما که قبولش نداریم، اگر نصیحت کنیم نصیحت قبول نمیدارین، این از روی جهالت و بیفهمی شما هست. دانش که ندارین فکر میکنین که این به ضرر شما هست، حالان که به فایده شما هست. برای این جوانای عزیز همیشه در درس هاتون باشین، خوانین، علم آموزین، همین تاجیکستان ما آباد کنین. تاجیکستان ما مثل همون دولت های عرب که میبینی زیب و زینت دارد، همه امرا آدم کرده است، یگان ملائکه برای او عمارت نساخته است. ما نیز اگر همچنان مهنت کنیم، همین صرفه کاری کنیم، اسراف راه ندهیم، ان شاء الله والله که شهر ما و شما شهر با شکوه میشود. لیکن خواهش منم از همون معلما این است، از حکومتدارا این است که در برابر از مسجد منع کردن طلبه ها باید که از بازارها منع کرده شود. امروز اکثر طلبه ها در مسجد ها نه بلکه در بازارها هستند. بیچاره ها مثال گوییم خدمت میکنن، صدقه برمیبردارن و دیگر. بسیاری بچه های ما در کامپیوترها امروز اشتراک دارند، 3 ساعت و 4 ساعت در درون کامپیوتر فقط نقشه جنگ و فوتبال و دیگر تا 3-4 ساعت در پیش کامپیوتر است. امروز بچه های ما اکثریتش در راه ها ماشین میشوند، از اینجا هم اونها را منع کردن در کار. اکثر بچه های ما امروز والی عادت یاد گرفتن، میدانند که در قبرستان ها که ما پول تقسیم میکنیم، بعضی هاش قبرستان میرن از اونجا پول میگیرن، از اینجا هم منع کردن در کار. فقط با یک منع کردن مسجد مراد حاصل نمیشود، مراد حاصل نمیشود. من انشاءالله باوری دارم و تمام آن برادرها را باوری میکنم که انشاءالله والله که مثل مکتب انا همینجا تعلیم میگیردم بچهای شما، لیکن در وقت درسش باید درسش خواند. بیرون از درسش از روی قانون اجازت است که آمده در درس، مثال در مسجد است، در موعظه است، اشتراک کند. اسلام از ما همین نمیخواهد. برای همین بیاین یک جای کوشش کنیم که همون پول مانه برای سر لباس بچه‌مان، برای گوییم که خریدن کتاب، برای خریدن این اسباب‌های نوی تکنیکی که برآمده است، در اینها اگر صرف کنیم ان شاء الله این بچه‌ها در آینده ما و شما در خدمت میکنن. بسیار خرسند میشم که اگر همین چیزی که پیشنهادی که از جانب رئیس جمهور شده است همگی ما دستگیری کنیم، فریفته هیچ کس نشویم. منم والله که در قطار همون انسانایی که شما با اونا اخلاص دارین، باوری دارین، منم از اونا دیده شاید زیادتر از خدا میترسم. ما هم خدا ترس هستیم، ما هم نیکخواه هستیم، ما هم میخواهیم که فقط در شما بهبودی باشد، شما با بچه باشید، شما با دولت باشید، شما شرایطهای خوب داشته باشید.
باور کن در همین معرکه هایی که من الحال اطراف او گپ میزنم، آخه از همه در قدر بلند اونجا ما داریم، لیکن همین ما برای شما بیان داریم که اگرچه ما همجا رفته بهترین طبقه پیش ما دا میمونن، بهترین کرپچه دا ما می نشینیم، با بازم این با دست ما پول میدهند، لیکن ما خبر دادیم برادرای عزیز کار کنین که از همین دور باشین. ما سیر کردیم از همون طبقه شما، ما سیر کردیم از همون پولی شما. یک گپ برای یک همه، برای یک کس برای همه. این شعار قرآنی است. کوشش کنیم امروز جامعه ما آباد کنیم، خیر احسان های ناجا را از نظمان دور کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم یجدک یتیما فآوی. موضوع ما و شما جمعه گذشته آیه تفسیر سوره والضحی زیر این آیت قرآن الم یجدک یتیما فآوی. پروردگار میگوید ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا من تو را یتیم نیافته بودم؟ آیا من تو را یتیم نیافته بودم؟ فآوی، و برای تو جایگاه مأوای آماده کردیم. مفسران میگویند وقتی که حبیب خدا در شکم آمینه مادرشان 6 ماهه بودند، پدرشان عبدالله ابن عبدالمطلب از دنیا گذشتند. 6 ماهه بودند، 6 ساله شدند، مادرشان آمینه از دنیا گذشت. آمینه حبیب خدا را خداوند یتیم میگوید. یتیم یافتیم تو را. در اصل 6 سالگی، ساعتی که وقتی دوستداری پدر و مادر است، از آغوش گرم پدر و مادر حبیب خدا در سن 6 سالگی محروم ماندند. فآوی، پروردگار میگوید بعد این آیا ما برای تو جایگاه مقام خانه معین نکردیم؟ که این آن خانه کدام خانه بود؟ خانه عبدالمطلب باباش بود. باباش عبدالمطلب بود. گرفت در تربیه خودش رسول اکرم را. 2 سال در زیر تربیه باباش بود که باباش هم گذشت. حبیب خدا 8 ساله از پدر، از مادر، از گویم که آغوش گرم بابا هم محروم مانده. باباش هم بسیار دوستش می داشت. بعد از این آمد حضرت در تربیه عمکش ابو طالب پدر حضرت علی قرار گرفت. خداوند همینا به ما یادرس دارد که ما رسول اکرم یتیم یافته بودیم. او دوران یتیمی را از سر گذرانیده است. در همین سوره مبارکه و الضحی باز الله در دوامش چی میگوید؟ فاما الیتیم فلا تقهر. ای حبیب خدا، ما تو را یتیم یافتیم، یتیم ها را احترام کن. هیچ وقت بالای یتیم ها دوغ و پوپیسه نکنید، یتیم ها را ملال نکنید، با قدر یتیم ها رسید. خداوند میگوید حکمت از یتیم یافتن تو این بود که اولا به قدر یتیم ها رسی، دوم این بود که شخصان پیدا نشوند در آینده و گویند که محمد بای بچه بود. محمد این دینی که آورده است از نزد پروردگار، این دین از نزد خداش نیست، بلکه خودش به خاطر که پول داشت، مال داشت، این کتاب برای مردم پیشنهاد کرد. الله میگه حکمت انامین بود که تا که امروز عاجز آیند، کسی گوید که از پیش خودش کرد، ما میگیم خواهی دولت نداشت. اگر گویم پدرش کرد، میگیم پدرش بیچاره یک آدم فقیر حالت گذاشت که رسول اکرم ندیده بود. این معجزه است، این قدرت الله است که ما تو را یتیم یافته بودیم. به این خاطر که تا که دشمنهای اسلام زمان نشود گوید که این دین دینی از پیش ساخته، دینی آدم ساختگی است. لیکن حکمت اولش همین بود که تو یتیم ها را احترام کن، بالای یتیم ها دوغ و پوپیسه نکن. حبیب خدا میگوید خیر بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم یحسن الیه. بهترین خانه حبیب خدا گفت
انا همون خانه هست که در او یتیم بچه زندگی میکند و وی مثل فرزندهاش حقوق دارد، احترام دارد. در خانه بسیاری از شما یتیم ها وجود دارد، از پدر و مادر محروم شدن، چه از اولادتان باشد چه از یگان گویم که یتیم خانه گرفته تربیت دارین. حبیب خدا گفت خانه های شما بهترین خانه هست، با برکترین و با فیضترین خانه هست که در او خانه یتیم وجود دارد، لیکن مثل بچه و دخترهاش قدر و قیمت دارد، احترامش میکند. و شر بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم یساء الیه. حبیب خدا گفت بدترین خانه همون خانه هست که در او خانه یتیم وجود دارد، لیکن همیشه عذاب دارد، همیشه وای مورد عتاب، مورد مشقت قرار دارد. بچه هاش در راحتن، این یتیم بچه عذاب میکشد به خاطری که وای گویم که هیچ پایه ندارد، به خاطری که وای یگان گویم کلانتر ندارد و یکی عذاب میدهن. حبیب خدا گفت این خانه تو بدترین خانه ها هست. چوبینی یتیمی سرافکنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خیش. الا تا نگیرید که عرشی عظیم، بلرزد همه چون بگیرید یتیم. شاعر میگوید چوبینی یتیمی سرافکنده پیش، یک شخصی را میبینی که بیچاره پدر میخواست، مادر میخواست، لیکن با قضای اللهی اون مادر پدر خدا گرفت. مده بوسه بر روی فرزند خیش. بچه تا در پیش او نوازش نکن، بچه تا در چهره و رخساره های او بوسه نده که دل او درمند میشود و هم یاد پدر و مادر میکند. الا تا نگیرید که عرشی عظیم، بلرزد همه چون بگیرید یتیم. وقتی یتیم گریه میکند عرش پروردگار لرزش میکند، عرش می جنبد، خداوند ناراحت می شود، حبیبش ناراحت می شود. وقتی یتیم ما مورد عذاب، مورد گویم مشقت قرار بدهیم. حبیب خدا از این خاطر گفتن اللهم اینی احرج حق ضعیفین الیتیم و المرأتی. خدایا من در پیشگاه تو دعوا دارم، من در پیشگاه تو گناهگار می شمارم آن کسانی که حق زنها را پایمال میکنند، زنها را عذاب میدهند، زنها را دشنام میدهند، زنها را مورد عتاب و مورد طلاق قرار میدهند. دویم شخصانی که حق یتیم را میخورند، مال یتیم میخورند. من در پیشگاه تو پروردگار فردای قیامت از بالای اینا دعوا دارم، من اینا را گناهگار میشمارم. عیب است، شرم است وقتی ما مال یتیم میخوریم. والله که قرآن به ما حکایت میکند ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون من بطونهم نارا و سيصلون سعیرا. خداوند میگوید ای کسانی که حق یتیم میخورید، مال یتیم میخورید، یقین دانید که در شکم شما مال یتیم نیست، بلکه در شکم شما آتش دوزخ است. و سیصلون سعیرا، زود است که به این مناسبتی بدود، به این مالخوری از جانب یتیم تو را ما در دوزخ منجای بکنیم. آیا ما یتیم نمیخوریم ما و شما؟ آیا امروز همون مردی که از دنیا گذشته است چند صغیر در خانه مانده است گاوش میبره میکشه، مال یتیم نیست؟ همون مال یتیم نیست؟ اگر همون من گفتم که اگر به پیش از ترکه اگر همون را مردم خورد قطعا حرام است. والله الله میگوید از این خاطر ما به یتیم ها چی باشیم؟ اتحب ان یلین قلبک و تدرک حاجتک. حبیب خدا میگه دوست میداری اینکه دلت نرم شود، میخوای که دل تو ترسان از خدا شود، میخوای که در همه کارت خدا برار دهد، کشایش نکو، برای کشایش کارم هیچ حرکت نکن. میخوای که کارت کشایش یابد، میخوای که تمام تجارتت دائم سودات گرم باشد، میخوای که در دلت همیشه ترس خدا باشد. راهش حبیب خدا فهمانید اتحب ان یلین قلبک و تدرک حاجتک ارحم الیتیم وامسح رأسه و اطعمه من طعامک یلین قلبک و تدرک حاجتک. حبیب خدا گفت
برای دل تو ملایم شدن، برای در کارهای تو کشایش پیدا شدن، راش این است. چی بوده است؟ ارحم الیتیم، یتیم ها در رحم کن، رحم یتیم ها را بخور. وامسح رأسه، سرشان محض کن، سرهای اونها را دستمال کن. و اطعمه من طعامک، از طعامت به اونها چکار کن؟ طعام ده، طعام اونها را نخور. امروز دولتدارای ما بعضیاش باور کن مال یتیم میخورن. شما میتوانید مثل رهبر دولت یتیم خانه در دره ورزاب ساخته است، از خانه بای بچه ها در خانه خشورشان کرده است. آیا در این ثواب نمیگیرد؟ و تو پول داری برای یتیم ها پول تصرف کن، یتیم خانه تیار کن. مرحمت من تو را گویم خوش به حالت که تو آدم دولتدار هستی. خدا دولتی تو را زیاد کند وقتی تو رحم مسکین میکنی. حبیب خدا میگه الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. کسی اگر مالش برای مسکین، برای یتیم، برای فقیرها اگر صرف میکند، همچنان است که جهاد در راه خدا کرده است. مرحمت جهادی نه. پولتا در این راه اگر تو صرف کنی خوش به حالت، لیکن افسوس که تو مال یتیم میخوری. تو تا جایی که در اون مال دهی از مالش میخوری. ولی بسیاری آدما را تاریخ‌ها را گوش میکنیم که میگن فلانی را سالای شوروی در ترمه کردن، زندانی کردن. چرا؟ برای میگه یک یتیم خانه بود، صغیر خانه بود، همونجا رسترت کرد، مال همه را خورد، یکی برده زندانیش کرد. بسیارش که مردن لیکن بسیارش زنده هستند. تا اگر حق یتیم نگرداند خدا را نمیبخشد. ما تو را یتیم نیافته بودیم حبیب خدا، تو را یتیم یافتیم، لیکن به خاطر که یتیم ها را احترام کن. ابیذر غفاری را حبیب خدا چی گفت؟ همین قطع صحبت من انجام میدیم. گفت یا ابیذر، ای ابیذر، گفت اینی احب لک ما احب لنفسی. آن چیزی را که برای تو دوست می‌دارم، آن چیزی را که برای خودم دوست می‌دارم، برای تو هم دوست می‌دارم. لیکن برای تو دو نصیحت دارم. یکم نصیحتم این است، اینی اراک ضعیفا، من تو را ضعیف می‌بینم، من تو را بی دانش و بی علم و پیرانسال می‌بینم. از این خاطر هیچ وقت رهبری را به گردن نگیر. بالای دو آدم رهبر نشه، زیرا که تو دانش رهبری هم نداری و تو شاید که 30 سال پیر شده است، تو دیگر رهبری کرده نمیتوانی. چگونه که امروز رئیس جمهور هم کادرهای جوان پرتافته ایستاده است که تا که خدمت کنند. نداری قوت رهبری کردن، فهمیش نداری، نکن. گفت حبیب خدا. دویم چیزی که برای تو نصیحت میکنم این است که بالای مال یتیم هیچ وقت سروری را بگردن نگیر. هیچ وقت بالای مال یتیم حکمران نشو، زیرا اگر یک ذره از او تو اگر نادرست رفتار کنی در پیشگاه خدا جواب میگویی. این بود نصیحت حضرت رسول اکرم به ابیذر غفاری. انشاءالله من دوام این آیت جمعه آینده خدا خواسته باشد برای شما باز تحلیل میکنم. فقط اینقدر فهمیم برادرای عزیز و گرامی که در مال یتیم، در مال برادرای همسایه‌مان رحم و انصاف داشته باشیم، طعنه شان نکنیم. زمان طعنه گم شد دیگر، بس از طعنه کردن. دسترخوان خود ببین، بعد مثال گوییم که نسبت همسایت گپ بزن. اگر دسترخوانت خوبم که باشد، بجای طعنه کردن باز کمک کن، هیچ وقت طعنه نکن. از همین معرکه های سرخراجات دور باشیم برادرای عزیز. این ریا است، این اسراف است. گناهگار میشین به خدا قسم، قرضدار میشین، دربدر میشین، بیمار میشین، هیچ فایده برای شما نمیدهد. کم خراجات کنید. خراجات ها را میتونین که تماما اگر از بین بردارین با خوش به حالتان. همون رئیسای جماعت ها، وکیل ها، دامل هایی که در محله هستند کوشش کنن که همگی کمک کنن که همین معرکه ها را مثال تا حد امکان گویم که از بین نابود کرده و همین را به یک تنظیم درآورن. خب اینجا یک سوال آمده است، همین این برادر از ما درخواست کردن. خب ما دانشجو از شهر دوشنبه با یک سوال نزد شما آمدیم. از شما احتراماً خواهش میکنیم که با سوال ما جواب پر را گردانید. در وقت درس تاریخ معلم گفت که آدم از میمون تولد شده است. ما گفتیم که نه، آدم را خدا آفریده است.
معلم باشد دلیل آوردن که بدل میگوید هیچ شکل به حی الله قابل صورت نشد، آدمی هم پیش از آن آدم شود بوزی نبود. داملای عزیز، همین شعر را تحلیل میکردید در حق ما و عائله ما. یک دعا کنید خدا عائله شما را و خود شما را از همه آفت‌ها نگه دارد. لیکن معلم کار خودش میکرد بسیار خوب میشد. اگر به همین خلقیت آدم کار نمیگرفت، اگر معلم درس خودش میگو، ما پیش معلم روان میکنیم که بچه‌ها ما از قرآن دور نکنن، روان میکنیم که درس دنیوی را برای بچه‌های ما تعلیم بده، روان نمیکنیم که اطراف اسلام بحث مناظره کن. بحث مناظره اسلام باز برای متخصصای خودش است. اگر همین معلم خیر خدا نگهش دارد، باز شاید که بعد سختش رسد. افسوس که سواد تحلیل شعر ندارد. اگر می داشت این دلیل نمی آورد. حالا که اگر بدیل گفته باشد که نمی آدم از میمون قبول شده است، من سخن بدیل ها دور میپردم، آیت قرآن میگیرم. و گپ در اینجا سخن بدیل نیست، گپ در این که آیت قرآن میگه. آیت قرآن گفته خدا بفرماید خلقتنی من نار و خلقته من طین، من شیطان از آتش آفریدم، آدم از خاک آفریدم. بین آدم از خاک آفریدم، خدا گفته ایستاده است. بدیل هیچ وقت معنای شعر بدیل این نیست. سخن خدا ماندگی دلیل ما بدیل میکنیم، یا دلیل مثال گویم که حضرت سعدی را کنیم، دلیل یگان شخص را کنیم نمیشود. در جای نص قرآنی بودن همه سخن دیگر چی است؟ رد است وقتی آیت قرآن باشد. لیکن اینجا این حضرت چی گفته؟ هیچ شکل به حی الله قابل صورت نشد. البته صورتهای شما را خدا میگوید ترتیب داد. دهد نطفه را صورت چون پری، کی کرده است بر آب چون این صورتگری. سعدی میگوید این نطفه را خدا صورتی زیبا دادگی است، شما را خدا صورت دادگی است. لیکن در دامش میگوید آدمی هم پیش از آن آدم شود بوزی نبود. بسیار خوب میشید همین معلم 60 غزلی میرزا عبدالقادر بدیل تحلیلش برآمده است. اولی همین سخنرانی انمون 60 غزل بدیل از علمی شعر سر میشود. گیره کتاب خواند، از روی کتاب تحلیل کند. اینجا من میتوانم که حتی گویم که آدمی هم پیش از آن آدم شود بوزی نبود. من میمانمش که علامت سوال. من زبان خواندم، من ادبیات از معلم در خوب میدونم، علامت سوالش میمانم. حضرت بدیل گفته است ای مردم، آیا همین آدم پیش از آنه که آدم شود میمون بود؟ سوال داده است. ما جواب میگیم نه، میمون نبود. این است سوالش میمانیم. ما آخرش در جمله سوالی میگویم، جمله سوالی بوزی نبود، بلکه چی بود؟ از خاک بود آدمش کرد خدا. خدا همه تا معلم ها نگاه دارد. معلم ها ما بسیار داریم، لیکن کاری خودشون نکنند. درس دهند، بچه های ما را از علم دنیا خبر دهند. از حکم قرآن و حدیث متخصص ها وجود دارد. انشاءالله متخصص ها هر کس موضوع خودشه، همو لیل این گفته بود که هر که کاری خودشه کند بسیار خوب می شود. خب سخن لیل هم گو کار می تاییم. رجب علی از دوشنبه خدا برکتش داد یک مبلغ آوردن. اسلام از دیودار، آفرین از دیودار. این خب یک برادر بیمار است، در حقش دعا کنید. گفته از اینجا یک مبلغ آوردن. بابای عبدالاحد خودش و پسرانش رو دعا دهید، یک مبلغ روان کردن. یک برادر اینجا باسم داده است، در حق مرحوم حاجی سفرов دعا کنید. حاجی شاه اینجا می آمد صف اول در می نشست، الحال زیر خاک است، لیکن بچهش هیچ فرق دیگه از پدرش ندارد. همو دست خیری پدرش در بچهش حاکم جان وجود دارد که همیشه در مسجد ما کمک میکنه.